فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سوال بعدی بیننده پرسیدن که صدیق هستم از تهران. من یک پسر 5 ساله داشتم، رفت زیر ماشین فوت شد. الان خانومم همش میگه چرا فرستادمش مغازه، اگه نمیرفت این اتفاق نمیافتاد، همش غصه میخوره. آیا از روز اول نوشته شده که زیر ماشین میشه یا ما به فکر بچه نمیافتیم؟ یعنی یک نوع سوال درباره این قضا و قدر و این امور. من تسلیت عرض میکنم به این دوست گرامی و خانوادهشون این ضایعه رو که انشالله الله متعال این ضایعه رو در میزان حسنات شما قرار بدهد و اجر و پاداشی رو که در برابر مصیبت و صبر در هنگام مصیبت الله متعال وعده کرده، انشالله که شما این اجر و پاداش رو به صورت کامل بهره‌مند بشوید از آن و انشالله که الله متعال شما رو نعم البدل عنایت بفرماید. در مورد تقدیر، ما اهل سنت و الجماعت تقدیر را و ایمان به تقدیر، باور به تقدیر را یکی از اصول ایمان خودمون میدونیم و در روایت معروفی هست از حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که معروف است به حدیث جبرائیل که حضرت جبرائیل علیه السلام اومدن در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم و از ایشون خواستند که ایمان را براشون تعریف بکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم در تعریف ایمان این جمله رو فرمودن: الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر و القدر خیره و شره من الله تعالی. و این یکی از مفاد ایمان هست، یکی از اصول ایمان و باور اسلامی این است که ما به قضا و قدر ایمان داشته باشیم، به تقدیر و سرنوشتی که الله متعال برای ما رقم زده. روایتی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم می‌فرمایند که الله متعال تقدیر مخلوقات را، سرنوشت مخلوقات را در واقع 50,000 سال قبل از آفرینش آسمان و زمین نوشته. یعنی آن چیزی که امروزه در دنیا اتفاق میافتد، از آدم گرفته تا خاتم و تا روز قیامت اتفاق میافتد و بعد از قیامت در آخرت اتفاق میافتد، تمام اینها بر اساس تقدیر الله متعال هست. اجل و مرگی رو که الله متعال برای انسان تعیین کرده به هیچ عنوان قابل تقدیم و قابل تأخیر نیست. وقت و زمانش به هیچ عنوان در واقع تغییر پیدا نمی کند. اون گونه که خداوند متعال در قرآن کریم در سوره اعراف این مطلب را اشاره کردند و این گونه فرمودند که فاذا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون. وقتی که اجل یک انسانی فرا برسد در واقع نه از اون وقت مشخص جلوتر انسان میمیرد و نه اینکه بعد از آن بمیرد. و در مورد روایاتی که در این زمینه آمده واقعا گسترده و فراوان روایات داریم از رسول الله صلی الله علیه وسلم. به طور مثال از حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه روایتی هست که ایشان میگه روزی ما در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بودیم، ایشان یک مربعی رو کشیدند، با چوب دستی که همراهشون بود بر روی زمین یک شکل مربعی رو کشیدند و در داخل این مربع یک خط مستقیم و راستی رو کشیدند و فرمودند که این چیزی که در وسط هست، این خطی که در وسط میبینی این انسان هست و یک خطی رو از داخل این مربع بیرون کشیدند که کاملا بیرون اومده بود. گفتند که این خطی که در داخل این مربع هست این انسانه و این مربعی که شما در اینجا مشاهده میکنید این در واقع اجل انسان هست، یعنی محدود از هر طرف انسان رو فرا گرفته و این خطی که از این دایره بیرون زده و ادامه داره این امید و حرص و رؤیاها و آرزوهای انسان است. پس بنابراین از این روایت هم معلوم می شود که تقدیر رو الله متعال قبلا برای انسانها به صورت کامل مشخص کرده و در تعریف تقدیر ما یک تقدیری داریم که به عنوان تقدیر عمری مشخص است، یعنی تقدیری که علاوه بر اون تقدیری که الله متعال 50,000 سال قبل از خلقت آسمان ها و زمین نوشته، یک تقدیری هست که بسته به خود فرد هست، یعنی مخصوص خود این فرد هست و در روایت اومده که رسول الله صلی الله
الله علیه وسلم که روایت از ابن مسعود هست در صحیح بخاری و مسلم که اطوار و مراحل خلقت انسان رو در واقع توضیح میدهد. در این روایت اومده که بعد از 120 روز زمانی که انسان در شکم مادر هست، بعد از آن روح دمیده می شود و به محض دمیدن روح خداوند متعال یک فرشته رو میفرستد که این فرشته مأمور هست که عمل این انسان را و رزق و روزی این انسان را و اجلش را و سعادت و شقاوتش رو در واقع بنویسد. این تقدیر عمری هست برای هر انسانی، این به صورت جداگانه هست. همون گونه که من قبلا عرض کردم، این گونه نیست که شما تصور بکنید که اگر فرزندتون از منزل خارج نمیشد، اینو برای در واقع سر بقاله نمیفرستادید یا مدرسه نمیرفت، این اتفاق برایش نمیافتاد. و در آیات و روایات در این زمینه کاملا مطالب بسیار واضح و آشکاری وجود داره. به طور مثال در غزوه احد که بسیاری از همراهان رسول الله صلی الله علیه و سلم تعداد 70 نفر از بزرگان و برگزیدگان صحابه به شهادت رسیدن، خداوند متعال نقل کرده گفتار منافقان را که درباره مسلمانان چی میگفتند. بعد از این که مسلمانان شهید شدند، منافقان زبان طعنه رو در واقع شروع کردند و گفتند، این جمله رو خداوند متعال این گونه از زبان اونها نقل میکند که یقولون لو کانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، اگر اینها نزد ما میموندند به حرف ما گوش میکردند. یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلناها هنا، اگر حرف ما رو قبول میکردن، ما در اینجا رأی میداشتیم، ما در اینجا کشته نمیشدیم در این میدان در واقع احد. خداوند متعال در جوابشون میفرماید قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اگر شما در منزلهای خودتون هم نشسته بودید، اون کسانی که قرار بود در میدان احد بمیرن، اونها ناخودآگاه خودشون به اینجا میرسوندن. یعنی اون جایی که محل قتل هست، محل شهادت هست یا محل وفات انسان هست، به هر بهانه‌ای در واقع انسان به اونجا میرسه. و همچنین در روایات های دیگری داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد این که انسان نباید در مورد اتفاقاتی که میفته این بحث لو را اگر فلان میکردم فلان نمیشد، این بحث رو به صورت کلی بر خودش ببندد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حضرت ابو هریره در صحیح مسلم روایت کرده میفرماند المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف، مؤمن قوی و استوار نزد الله متعال محبوب تر هست از اون مؤمنی که ضعیف و ناتوان هست. و فی کل خیر، و تمام مؤمنان خیر دارند، به محض این که انسان ایمانی داشته باشد، معتقد باشد، همه این در واقع در خیر و خوبی با همدیگر شریک هستند. در این روایت در ادامه رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه می‌کند احرص علی ما ینفعک، کارهایی رو که میدانید که برای شما مفید هست اون کارها رو انجام بدهید. واستعین بالله ولا تعجز، از الله متعال کمک بگیر و استعانه بکن از الله متعال و عجز و ناتوانی رو پیشه مکن. در ادامه میفرماید و ان اصابک شیء، اگر یک چیزی به شما رسید فلا تقل لو فعلت لکان کذا و کذا، دیگه بعد از اینکه یک مصیبتی برای شما اومده، اتفاق افتاد، نگو اگر من فلان کار رو میکردم فلان و بهمان میشد یا فلان و بهمان در واقع نمیشد. در ادامه روایتون ولکن قل قدر الله و ما شاء فعل، این یعنی تکیه زبان شما این باشه که الله متعال برای من مقدر کرده بود و هر چیزی رو که الله مقدر کرده اون در واقع اتفاق میفته. و در ادامه رسول الله فرمودند که فإن لو تفتح عمل الشیطان، این لو کار شیطان رو در واقع کارهای شیطانی رو دامن میزنه. قطعا این گونه از زمانی که انسان ایمان به تقدیرش در واقع سست باشد، اگر این لیت و لعل و اگرها رو در بابش رو در زندگی خودش باز بکند، این وسواس به هیچ عنوان از در واقع از زندگیش بیرون نمی رود تا آخر که زنده است. اگر فلان کار رو نمی کردم این حسرت رو میکنه. اتفاقی که افتاده گذشته و رفته، سخت بوده و یک اتفاق جانکاهی بوده، مصیبت بزرگی بوده، منتها گذشته و رفته، بر اساس تقدیر الله متعال بوده. و جواب این بینندمون این است که تمام اتفاقاتی که نه تنها برای انسان بلکه برای تمام جهان هستی میافتد، از زمان آدم، از زمان خلقت زمین و آسمان تا آخرین لحظه دنیا و در بعد از آخرت،
دارد، تمام اینها رو الله متعال در لوح محفوظ ثبت کرده و تمام اتفاقات حتی افتادن یک برگه از درخت که میافتد اینم بر اساس اون تقدیری هست و بر اساس اون زمانی هست که الله متعال اینو تعیین کرده. پس تمام اتفاقات خیر و شر از جانب الله متعال هستند و ما باید به الله متعال در این زمینه ایمان داشته باشیم و تقدیری رو که الله متعال برای ما مشخص کرده اونو بپذیریم و این ایمان به تقدیر سبب می شود که ما مصائب رو بهتر بتوانیم تحمل بکنیم، در سختی ها و مشکلات جرأت بیشتری رو داشته باشیم، تحمل ما بیشتر برود، امید ثوابی رو داشته باشیم بیشتر از خداوند متعال و انگیزه و توان و نیروی خودمون رو در واقع با ایمان به تقدیر ما از دست نمیدیم.